سرخط مهمترین خبرها: تأخیر در بیشتر پروازهای شرکت اورال به تاجیکستان. دادگاه مسکو فعالیت صاحب فیسبوک و اینستاگرام را اکستریمیستی نامید. و ولادیمیر زلنسکی گفت مسئله کریم و دنباس را همه پرسی حل می کند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 22 مارس است. بیشتر پروازهای شرکت اورالسکی آویالینی به تاجیکستان به تأخیر افتاده، چند پرواز هم بیکار شده است. طبق آنلاین تابلو فرودگاه دوشنبه، از 6 پرواز شرکت اورال که باید دیروز انجام میشد، فقط 1 پرواز از مسکو صورت گرفته است. باقی 5 پرواز دیگر از شهرهای یکاترینبورگ، چلیابینسک و 3 پرواز از فرودگاه ژوکووسکی مسکو انجام نشدند. امروز هم تا صبح باید 4 پرواز شرکت اورال از شهرهای اوفا، یکاترینبورگ، سمارا و مسکو به فرودگاه دوشنبه انجام میشد، ولی تا این دم یگان از این پروازها به دوشنبه نرسید. در سامانه رسمی شرکت اورال هم آمده است پروازهای این شرکت برای روز 22 مارس از شهرهای راستاو لاویدان، یکاترینبورگ، سوچی و 2 پرواز از مسکو به فرودگاه دوشنبه بیکار شدند. همچنین پروازهای شرکت اورال از چلیابینسک، یکاترینبورگ، راستاو لاویدان و مینرال نیوادی به شهر خوجان هم بیکار شده است. مسئولین شرکت اورال تا حال وضعیت را شرح ندادند و معلوم نیست که سبب یک باره بیکار شدن اکثر پروازها به تاجیکستان چیست. شرکت های هواپیمایی روسیه بعد جاری شدن تحریم های علیه مسکو در یک ماه اخیر به مشکل گرفتار شدند. از جمله شرکت سیبیر روز 5 مارس کل پروازهایش را به تاجیکستان بیکار کرد. قطع پروازها باعث سرسانی صدها مهاجر تاجیک در فرودگاه‌های تاجیکستان و هم روسیه شده است. بیننده عزیز، اگر شما از شرکت اورال بلیط خریده در فرودگاه منتظر پرواز هستید، لطفاً به ما نوار فرستید که احوالتان چگونه است. ما این موضوع را پیگیری داریم. دادگاه تویر در مسکو فعالیت شرکت آمریکایی میتا را اکستریمیستی نام دانست و فعالیتش را در حدود روسیه منع کرد. شبکه اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام که به میتا تعلق دارند ممنوع شدند، ولی واتساپ نه. قرار دادگاه روز 21 مارس اعلان شد و باید فوراً به اجرا درآید. نماینده فیسبوک یا خدمات فدرال امنیتی روسیه در جلسه دادگاهی گفته است فعالیت سازمان علیه روسیه و نیروهای مسلح آن نگرانیده شده است. سخن درباره قاعده‌های نو میتا می رود که به کاربران از اوکراین امکان می دهد که علیه ارتش روسیه سخنان بدبینانه نویسند. شرکت می گوید این حالت استثنایی است. صرف نظر از اشغال بعضی شهر و ناحیه‌های اوکراین، سربازان روس نتوانستند اراده مردم این کشور را شکنند. در منطقه‌های اشغال شده اعتراضهای مردمی با طلب بیرون شدن تجاوزگران دایر می شود. همچنان مردم اوکراین به آینده اش نظری نیک دارد. آخر هفته گذشته یک جوان اوکراینی با خانمی که همراهش در نبردها اشتراک می کند ازدواج کرد. شهلا گلخواجه در این باره گزارش می دهد. در آن شهرهای اوکراین که از طرف نیروهای روسیه اشغال شده اند، اعتراضهای عمومی ساکنان جریان دارند. آنها قطع جنگ و خروج سربازان روس را از اوکراین طلب می کنند. روز یکشنبه 20 مارس اعتراضها در شهرهای خرسون، کاخوفکا، بیردянسک و دیگر منطقه‌ها برگزار شدند. از جمله در شهر انرگودار تظاهرگران طلب نمودند که معاون رئیس شهر ایوان سامویدیوک رها گردد. طبق گزارش‌های رسیده او را سربازان روس را بودند. نیروهای روسیه ده‌ها اعتراضگران را لط و کوب و بازداشت نمودند. از شروع حمله روسیه به اوکراین 26 روز می‌گذرد. مسکو می‌گوید عملیات ویژه نظامی را به هدف غیر نظامی کردن اوکراین راه اندازی نموده است. اوکراین در نوبت خود آن را تجاوز آشکار به تمامیت ارضی و استقلالیت خود می‌داند. شمار زیادی از کشورهای جهان به طور گسترده این حمله را محکوم کردند. در همین حال صرف نظر از جنگ و خونریزی، اوکراینی ها رو افتاده نیستند و به آینده نظری نیک دارند. روز یکشنبه 2 سرباز اوکراینی، رامان و کسینیا، در شهر کیو ازدواج کردند.
ҳар дуи онҳо дар як воҳиди низомӣ хизмат мекунанд ва никоҳашонро фармондеҳи ҳамин воҳид ба қайд гирифт. дар поёни тӯи арӯсӣ суруди миллии Украина садо дод. مسئله امنیت اوکراین و مقام دنباس و کریم به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد، گفت پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی. در مصاحبه با رسانه‌ها وی گفت تنها مردم باید به این و یا آن شکل سازش پاسخ دهد که در گفتگوها با روسیه پیشنهاد می‌شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که روز 24 فوریه به حدود اوکراین حمله کرده است، از مقامات اوکراین دست کشیدن از شامل شوی به ناتو، اعتراف کریم همچون جزء روسیه و اعتراف دنباس و لوهانسک به حیث کشورهای مستقل، اینچنین دست کشیدن از ملتگرایی و ارتش سازی را طلب دارد. مقامات اوکراین در پاسخ میگویند که عضو ناتو شدن نمیخواهند، اما کفالت امنیت و تمامیت ارضی خود را طلب دارند. گفتگوهای دو کشور قریب همه روزه در شکل ویدیویی دوام دارند، اما به نتیجه نرسیدند. عملیات جنگی نیز ادامه دارد. شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان در آستانه نوروز فرمان عفو محبوسان را امضا کرد که از صادر کردن جنایت صمیمانه پشیمان و اصلاح شدند. به اطلاع مرکز مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان، از تعداد 74 محبوس عفو شده 4 تن کاملا، 53 تن شرطاً عفو و جزای 2 تن دیگر سبک گردانده شده است. به علاوه مهلت حبس 16 تن دیگر کم گردیده است. میان عفو شده ها 18 شهروند خارجی، 17 زن، 15 مرد از 60 ساله بالا، 6 فرد معیوب و 9 تن هستند که در سازمان های ممنوع شامل بودند. پیشتر از این روز 31 ژانویه در ازبکستان 63 محبوس دیگر عفو شده بود. و دیدبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ گفت طالبان وعده دادند که روز 23 مارت در این مکتب‌ها را در افغانستان برای دختران می‌کشایند. سازمان در گزارش 13 صفحه‌ای از سرمایه‌گذاران خواسته است از دسترسی پررو به تحصیل باصفت برای دختران و زنان در افغانستان پشتیبانی کنند. هیزر بر یاور مدیر بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر گفت سرمایه‌گذاران باید راه‌هایی را یابند که طالبان را به احترام حقوق دختران و زنان به تحصیل وادار کنند. این گروه تندرو که ماه آگوست سال گذشته قدرت را در افغانستان به دست گرفت، در این مکتب‌های میانه را برای پسران باز ماند ولی برای دختران صنف‌های بالای بست، چیزی که دیدبان حقوق بشر نقض حقوق دختران و زنان از جانب طالبان می‌داند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 22 مارت را فرا میگیرد. 22 марти соли 2018 дар шаҳри Нью-Йорк мақомоти тоҷик эъломияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба маъюбонро имзо карданд. Ин санад иҷрои уҳдадориҳо дар заминаи таъмини ҳуқуқи афроди имконияташон маҳдудро дар кору зиндагӣ тақозо мекунад. Дар Тоҷикистон беш аз 150 000 маъюб ба сар мебарад ва нафақаи нокофӣ, имконияти маҳдуди кор ва шароити номусоиди маишӣ аз мушкилоти калидии қишр гуфта мешавад. шуруъ аз соли 1993 22 март рӯзи ҷаҳонии об таҷлил мешавад ки ҳадафаш таваҷҷӯҳ ба масоили дастрасӣ ба оби поки ошомиданӣ мебошад. ба ҳисобҳои Созмони Милали Муттаҳид дар сайёра беш аз 2 миллиард сокин бидуни дастрасӣ ба оби амни ошомиданӣ ба сар мебаранд. барои Тоҷикистон ҳам ин масъалаи доғ аст ва ҳисоб шудааст ки то соли 2021 дар кишвар 35% сокинони Душанбе ва 68% деҳот аз дастрасӣ ба оби поки ошомиданӣ маҳрум буданд. 22 марти соли 1944 олими физикдон ва ситорашиноси маъруф Хурсанд Ибоддинов таваллуд шудааст ки дар 76 соли умраш барои рушди илми тоҷик ва наздик кардани он ба мардум заҳмати зиёд кашидааст. Хурсанд Ибоддинов яке аз ташаббускорони таъсиси ихтисос ва кафедраи нави астрономия дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон буд ва 12 сол то соли 2014 раиси Институти астрофизикаи Академияи илмҳои Тоҷикистон будааст. муҳимтарин дастоварди Ибоддинов дар ошкор кардани таҳаввули кометаҳо ва алоқамандии онҳо бо дигар ҷирмҳои системаи офтобӣ будааст.
قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه شبانه روز گذشته به تغییر بود. امروز 22 مارت در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 122-123 سامانه عوض می‌کنند. $100 آمریکایی باشد به 1298 سامانه برابر است. بیننده عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که با ما هستید. برایتان روز خوشخواهانه.